بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه دوستان. گلیزاده هستم از کانال آموزش بورس و نوسانجیری و اومدیم آموزشات تابلوخوانی رو شروع کنیم. ما تو کانالمون همونجور که دوستان اطلاع دارن آموزشات تابلوخوانی رو اونجا گذاشتیم، چون به صورت وایس و عکس بود از اول من قصد دارم آموزشات تابلوخوانی رو شروع کنم. خب ولی نکته‌ای که هست، دوستانی که حالا شاید قبلا آموزشات تابلوخوانی کانال رو ما رو دیدن، خب تو این فیلم های جدیدی که میذارم، یعنی با کیفیت، صدا بهتر، تصویر بهتر، نکات خیلی جدید، یعنی میخوام 0 تا 100 آموزشات تابلوخوانی رو یاد بدم تا دیگه هیچ سوالی در مورد تابلوخوانی ذهنتو مشغول نکنه. ولی اینا دوستان باید بدونن که علم ما محدوده و دانش خیلی زیاده و ما همیشه سعی میکنیم که نکات جدیدی رو از هر کسی که آموزش میده، زحمت میکشه، یاد میده، آموزش میده، یاد بگیریم. خب پس با فیلم های من، یعنی فیلم هایی که در اختیارتون قرار میدم، 90%، 95% تابلوخوانی رو به صورت کامل یاد میدم. نکات خیلی ریز و مهمی رو تو این آموزش یاد میدم که شاید تو خیلی از پکیج‌ها بلدم، وقت نمیذارن که برای شما آموزش بدن. خب پس من همه اینا رو برای شما آموزش میدم. اینو توجه کنید که آموزشات تابلوخوانی برای سهم‌های کوتاه مدتی یا مثلا نوسانی بیشتر استفاده میشه. برای بلند مدت هم تابلوخوانی جواب میده، ولی برای بلند مدت وقتی کسی میخواد نمادی بخره، اول بنیاد یک شرکت رو بررسی میکنه. مثلا این نماد آب هستش، خب این چی هستن، کارش چیه که من اینو برم بخرم برای 2 سال دیگه؟ فولادو میخوای بخری، این کارش چیه؟ بعد بیای تکنیکالش رو بررسی کنی، آینده نگری کنی، بگی آره این مثلا هدف مثلا 5 ماه بعد، 6 ماه بعدش میتونه مثلا این قیمت باشه. خب ما کاری به اون نداریم. این صفحه TMC تابلو شماست. از این قسمت علامت ذره بین میتونید نماد خودتون رو جستجو کنید. مثلا من می نویسم فولاد، اینجا میتونه فولاد رو براتون میاره، سرچ میکنید و تابلوی نماد رو میبینید. خب دوستانی که بازم تکرار میکنم، از اول آموزش تابلوخوانی رو دیدن، یک بار دیگه از اول فیلم ها رو ببینن، چون اون وایس های کانال با اینکه نکات کلیدی و مهمی گفتم ولی ناقص بودن. دیگه میخوام کامل تابلوخوانی رو برای شما آموزش بدم. و فقط یک نکته دیگه، حتما باید فیلم ها رو یادداشت برداری کنید، مطالبش رو ذخیره کنید و چندین بار ببینید. خب ببینید، شما اومدی یه سهم یه شرکتی رو میخرید. خب وقتی سهم یه شرکتی رو میخرید، تو سود و زیان اون شرکت سهمی دیگه. آره، یعنی اگه شرکت سود کنه، یک سری کاکا، یک سری خرج از اینا رو میذاره کنار و برای شما یک سودی رو میده. یعنی شما میای چیکار میکنی؟ آینده اون شرکت رو میخری با توجه به کار اون شرکت و یا هر نکات دیگه. خب زیاد با اینا کاری نداریم. انشالله بعد از آموزشات تابلوخوانی آموزشات تکنیکال هم شروع میشه. خب شروع میکنیم. ما نماد آب رو بررسی میکنیم. نماد آب همونطور که دوستان امروز دیدن، بازار جو منفی بازار رو گرفت و سهام‌ها به طرف صف فروش رفتن. این نماد اینجا صفحه خریده. ما تابلوی چندین نماد رو بررسی میکنیم که شما نگید که آره مثلا این رو بررسی کرد، اون یکی مثلا تابلویی که منفی اونو بررسی نگرد. ما چندین مثال نمونه براتون میزنیم تا شما فقط بهتر یاد بگیرید. هدف ما یادگیری بهتر شماست. خب بچه‌ها، همینطور که میبینید اینجا ما دوستان ببینید اینجا نوشته قیمت دیروز، نوشته پایانی، اولی، معامله. همه اینا برای ما مهم هستن و توضیح میدیم. قیمت پایانی چیه بچه‌ها؟
قیمت پایانی یک یادداشت برداری کن، یک میانگین گرفته شده از تعداد معاملات قیمت پایانی و یک ارتباط مستقیمی با حجم مبنا پیدا میکنه. خب که بعداً بیشتر توضیح میدم. خب قیمت دیروز 15.30. قیمت دیروز چیه؟ همین قیمت پایانی دیروز بوده، که امروز شده پایه معاملات که میریم قسمت سابقه. خب قیمت پایانی دیروز چند بوده بچه‌ها؟ قیمت پایانی دیروز 15.03. خب الان 0.30. الان دیروزش چنده؟ پس 0.30. پس میگیم که همین قیمت پایانی دیروز بوده که امروز شده پایه معاملات ما. خب یعنی شروع تابلوی ما با این قیمت بوده 15.03. شروع پایه ما با این قیمت بوده. خب اینجا داریم چی داریم؟ این جرف اولین قیمت 14.660. یعنی اولین کسی که امروز صبح از خواب پا شده و اومده نماد آپ رو خریداری کرده با این قیمت خریداری کرده. این زمانی میگیم که این از قیمت دیروز بالاتر باشه، میگیم که نکته بسیار خوبیه. این الان 15.03، این 14.660 پایین تر خریده اولین نفر، یعنی با قیمت ارزون تر خریده. خب حالا نمیگیم که زیاد بده، میگیم که اگه بالاتر بود، این بالاتر باشه بهتره. خب آخرین قیمت هر چقدر از قیمت اولین و دیروز بالاتر باشه، میگیم که چه بهتر. آخرین نفری که امروز از این نماد آب خریداری کرده تو چه قیمت خرید کرده؟ 15.760. یعنی بالاتر خرید کرده دیگه از این دوتا. پس یک پوان مثبت برای ما به حساب میاد. اولین قیمت و آخرین قیمت برای ما مهم هستند. چرا؟ تو آموزشات قبلی کانالم گفتم ژاپنی ها یه بحثی دارن، کندل های ژاپنی، هیجانات در بازار، هیجانات اول بازار که همه میگن بخر بخر بخر. مثلا اینو ببینید شپنا اول بازار مثلا بود، وسطای بازار همه میخریدن. یه دونه هم هیجانات آخر بازار داریم که آخر بازار میخواد نه همون روند صعودی رو ادامه بده، قفل در صف خرید میشه نماد من، یا نه اون هیجانات خیلی بالاست و نماد من مثل شپنا میشه، مثلا های وب میشه، میارنش از مثبت‌های بالا میارنش به طرف صف فروش. خب الان بیشتر توضیح میدم، باز اصلا نگران هیچی نباشید و با دقت آموزشات رو ببینید. این از این. خب بچه‌ها یه نکته که اینجا باید بگم، شما همیشه باید سعی کنی که نزدیک قیمت پایانی خرید انجام بدی. یعنی اگه قیمت شما اینجا باشه 15.590، خب آخرین معامله مثلا باشه 17 مثلا 320، میگیم که آقا این اختلاف داره. پس علاوه بر این کارمزدی که میدیم، معاملات فردای ما با چی شروع میشه؟ با همین قیمت پایانی فردا شروع میشه آب. خب 15.590. پس اگر من بیام 17.330 بخرم، بالاتر بخرم، 2% علاوه بر اون کارمزدی هم که میدم گرونتر خریدم. پس این نکته اساسی رو همیشه یادت باشه که ما نمادهامون رو همیشه نزدیک قیمت پایانی میخریم. طرف میاد مثلا نمادی که 3-4% با پایانی اختلاف داره میخره، فردا هنوز نماد مثبت 5 بزنه سر خریدن بشه، این میبینیم که 2% تازه هنوز توی ضرره. پس این نکته هم همیشه یادتون باشه. پس اینجا ما پوان مثبتی برای نماد آپ میبینیم، چون آخرین نفری که اومده این سهم رو خریده بالاتر از قیمت اولین و قیمت پایانی خریده. خب میریم نماد شپنا رو میبینیم. قیمت دیروزش چند بوده؟ 15.610، یعنی قیمت پایانی دیروز. دوباره تکرار میکنم، میرم قسمت سابقه،
سابقه رو باز میکنم و دوباره ببینمش. قیمت پایانی دیروز چند بوده بچه‌ها؟ 15610 و الان قیمت دیروز که اینجا انداخته 15610 هستش. خب اولین نفری که امروز اومده نماد شپنا رو امروز صبح خریده چند خریده؟ 15860 خریده. معلومه که میبینید هیجانات اول بازار، اولین نفر خواسته که بالاتر بخره، گرونتر بخره. قیمت پایانی چنده؟ قیمت پایانی 15390. اینا میگیم که حالا بالاتر، خوبه. خب ولی آخرین معامله رو ببین، هیجانات آخر بازار، طرف اومده قیمت 14830 داره میفروشه، یعنی زیر قیمت پایانی داره میفروشه و به این میگم بازار جله‌ای، بازار هیجانی و داره اشتباه انجام میده این کارو، نباید این کارو انجام بده. خب میریم نماد چخزر رو بررسی میکنیم. از قیمت دیروزش 42353. اولین نفری که امروز این نماد اومده خریده، ببین چقدر خریده؟ 44470. تقاضا رو ببین. قیمت پایانی چند بوده؟ 44045. خب اینم میگیم که بالاست. آخرین نفری که امروز این نماد رو خریده 43209 بوده. خب 43209 یعنی یکم کشیده پایین، یعنی تقریبا نزدیک قیمت پایانی است و چون قیمت پایانی ما بالاست، مثبته، فردا مثلا احتمال میدیم که این نماد بتونه مثلا خودش از صفر تابلوی منفیا خب مثلا بکشه به طرف بالا. خب آخرین نفر دوباره داره چیکار میکنه؟ زیر قیمت پایانی داره میفروشه و چون ولی پایانی سبز مونده، مثبت مونده، میگیم که نکته خوبیه. اگه کلیت بازار تو بازار جلده دیدی که قیمت پایانی و مثبته، اینو بدونید که فرداش بازار میتونه از منفیا نوسانات چیکار کنه؟ رو به بالایی رو به خودش داشته باشه. خب من تایم ویدیو رو بالا نمیبرم، همین قسمت رو تو همین ویدیو ببینید، چون تو این ویدیو نکاتی گفتم، مثلا گفتم توی دفتر یادداشت کنید، مثلا گفتم دوستانی که آموزشات تابلوخوانی کانال ما رو قبلا دیدن یک بار دیگه این آموزشات رو ببینن، چون نکاتی گفته میشه که تو وایسا و فیلم‌های قبلی کانالمون نبودن و همینجوری تمرین رو تکرار کنید. و فقط این بار دوستانی که تمرین کنن، تکرار کنن، اونا رو من اد میکنم توی گروه و اونجا به سوالاتشون پاسخ میدم و به صورت آنلاین تصویری میتونیم تماس برقرار کنیم و مشکلات همدیگر رو بررسی کنیم و نکاتی رو مهمی رو به دوستان انشالله یاد بدیم. خب ویدیو رو همینجا قطع میکنم، ویدیوهای بعدی رو آماده میکنم و خدمتتون ارسال میکنم.